علیکم بیننده های عزیز. ما امروز سیاحتیان جوان روانه هستیم به دهه میرانکول همسایه آهالیگ. قدم به قدم به دهه های کوهستان روانه هستیم. امروز ما طرز چقدر رفتن به این دهه خوشمنظره بهر شما نشان میدهیم. حاضر ما میرویم به پیش دمست 221 که آنها به میرانکول میبرند. ما روانه هستیم به پیش دمسچی‌های میرانکول. السلام علیکم. السلام علیکم. چطور هستی؟ السلام علیکم. خدا بس پر شما چطور؟ ما امروز میرانکول به سفر کردن هستیم، سیاحت به. بعد ویروس دمست آهالیگ که رفتیم امروز فهمیدیم که اینجا به دمست میرانکول میرفته است. 221. این چند کیلومتر تا آخر میرانکول امی سالیسکی؟ 18 کیلومتر. چند پول که میبره؟ 5000. بیننده های ما شما میتوانید طریق 5000 خواه آهالیگ خواه میرانکول رفته. البته این رانندگان شمایان را جای به جا کردنشان ممکن است. حاضر ما نیست، قدم به قدم میرویم. با ما باشید. یک تا گذر ما با ما باشید. میرانکول میرویم. آمدیم راهبرا به درآمد میرانکول. البته نام میرانکول را برای شما تعریفش را معنایش را پیشکش میکنیم. حاضر میرویم به درآمدگاه میرانکول. با ما باشید. بعد از که میوه ها به حاصل در آمد خودی مردم برآمده. البته من در اینجا فاطمه آیتی میوه ها را تیار کردن. السلام علیکم. السلام علیکم. مانده های کار. السلام. چطور هست؟
سلامت نه کاران نزد انگورا چند پولش 5000 mana میخوایم ما نیرانخود رفتیم جایی نقد زیارتی تماشا میکردگی از تمام روی دنیا خداوند میبینم حاضر یک صحبت کنیم گفتم من خطی خالام خطی شما اکثر بیزنسی اینجا به زندگی میکردگی پشتی انگور تقریبا از انگور مایز میکنم وقتی که نو پخته شد من خیلی حاصلای نو پخته را میفروشم مایز رو میفروشم طرز زندگی از پشت همین باغداری Omaza. گلیم بپرید درآمدگاهی میرانقلب من ببینید که از کوچه دور نشده در اینجا جای نشست بوده است برای تناول کردن یگان چیز بیاید گواه میشویم کنی چی است رفتیم قدم و قدم گفتگیش همین که یک تا قطعی ما بتا گفتگیش بوده است Mana projektdir. Salqin yapi. Meşnem. Hazır biyan agar yagon ismege. Biyo Abdullah. Yo sar kun tu korata. سلام علیکم از شما اکاجان حاضر ما چند که نشان داشتیم گوجه بچه بودنی میرانقل تا در آمدن اینجا به چیاتون است برای خوردن ششلیک همه نموداش هست باش نوشیدن بچی ترخ میخونم هوایی گرمی من خوش نباشه دوتا ترخون تاید سانی خوردن باید نیست میگیم خرین حاضر باید قدرمو مبنیا کدشتیم ای رحمت شما با رحمت سلامت باشد شما فقط حرفون نوشتن نشان میدیم موندگیش پسی کامیرا بعد چون که باید کامیرا داره که ما هم خودم باید خوردگیش میبیاد وقتی ما خورسیم و سیام کرده نمیگردد ترخونم واسه نشته سه مگن اسمش میگیرد خدا فردگر با ما باشه من بینا نگاه میگن که درزنی که نه امروز درزنی نه امروز درزنی میرانقل یک دو هفته پس درزنی آهالیک بود
خدا خواهد با یگان هفته پیش بعد در اجدینی صدقان امروز گفته من میرون خود رفتم ما اوجه میدونیتون کنم رفتم أنا من جد مشني بس اول همین یک پول شده گذشته رفتگی بعد همین نومی همین میرو کول خدا من نکن پول بگویم نکی میرو کول شوی نفت ارجو کرودجو لگروش مور بس بیرون با آب و هوای تازه با آرام گذشته من همین ساعت که 6 شد بعد من بیرون میبرم من همینجا تا ساعت های هفته می هشت میسینم الان اینجا صحبت کتی که بوزم من امروز ما صحبتی شما شده امروز ما پول میرون کلا سیامکا میکنیم آواربا میکنیم بعد خدا خواهد یوتیوب میمونیم که دنیا بینن که سمرقند با امکر قصدقا های امکر دیها های من چخنکی خواست خدا کتی شما برین یک پیرانسالی دیهای دیدیم حاضر هواش توزه بجنو زنه جنم تو اولوها همه قهوزا موندن گره میریم مهم یک پسر اونو لگر بشینه به چهار پسر دارم سه دختر دارم هم یک پاکاشون هم آدمی باشه باشه جو با جو اکو یک تا نیت دارم که یک تا همه چهوره هم میدیدم خدا خواهد چهوره توی کنه جوغ مزنه ما میبیم خدمت میکنیم نصیب بزرگه چهوره اکو چند میداره شما؟ ما 24 با 24 برم ایوری من ایورم 22 با میدونم اکن هوای زن کنم خدا خواهد کرد اگر خندم رونجا که پروردگار خودش میدونه بچم حالا حاضر من همین اکثر ساکنان همینجا میشته که خلق اکثرشون باغداری دارن و انگور دارن انگوری بسیار من هم خیلی سیروش هایی که میرون خیلی ها میدونن جدا هم انگوری خوش رو میشه انگوراشون خیلی که یک تا همین زمستون ما مهمون شدیم دم تو انگورمون هم چشم گرفت کرد برای خدا همه امسال کسل شد انگورمون انا اکن انگوری میرون کل نه حالی هم چشم نرسته حالی هم زور استاده مونه از برای خدا همه چشم رسید آدماش هم همه بیتاو شد همین سالی دقیقی بای انگوری مهنت کردگیشون بیشه رو همه گرم شدین چی تو گرم شده گرم شده لیکن من هم اخورده میدونم که همین میرانکولا انگورش بربیر در سمرقند هم در دیگر جای هم معلوم شدگی هست همین باغوش کتی معلوم شدگی هست السلام علیکم بیایید خاله جان
بیا کن اینجا بیا سلام علیکم. نظم شما سلامتی نظم. اینک دختر تقای ما انا جیان خودتون. آه، سلام حدل علیکم. نکنی. حاضر ما شامدتون چی صحبت؟ باید که همین دهه میرانکول را سیام کنیم و نوار و تمام دنیا نشان دهیم که هم خیلی کوهستانی داریم و دیدم یک کوهستان و یک بانوی زیبا و پیر یعنی همین دهه را هم صحبت شدیم، معنایش را فهمیدیم. گفتن که یک کلی کلام بوده است. میراند آمده در اینجا استراحت میکردن. راست است همین تاریخش؟ البته راست است. مرحمت چنید؟ من در همین دهه رئیس زنها شده کار میکنم. وقتی که در انستیتوت ملکه زیادکنی شهر تاشکند شدم، من چند سال رهبری مکتب همین مستر شده کار کردم. در همانجا با حسن قدرت الله یفتگی پروفسور هم صحبت شدم. اون کس به من همت نشسته بودیم صحبت کرده ایستاده بودیم که در روی میزشون کتابی بابورنامه، باز یک تا کتابی ارمانهای بابور ایستاده بود. بعد هم صحبت شده کردیم. اون کس تاجیک زبان بودن. اصلی ای آدم از همین ریگستانی سمرقند ما بودند و در تاشکند استقامت میکردن. یک چند سال رهبری انستیتوت پداگوژی شهری تاشکند در شهری انگروم هست کن؟ انگری اینجا ای آدم کار کردن بابور شناس بودن. بعد من گفتم که من از ناحیه سمرقندم، از دهه خوشمنظره میرانکولم بودم. و در همونجا همون شخص به من کتاب بکشودن. در کدام صحیفه بود اکنون من نمیدانم. در همون صحیفه نام دهه میرانکول نوشته شده است. و آدم بابور شناس وقتی که بابور آمده در کوه میرانکول در چند وقت زندگی میکنه با همراهی گروه‌های خود، همین هوای خوشمنظره میرانکول با بابور همین خیلی میخوره. خیال میکنن که همین دهه رو هیچ وقت ترک نکنن. آب و هوای میرانکول، منظره زیبای میرانکول گویا که بابور رو همین خیلی به خود جلب میکنن. دقت بابور رو چند سال زندگی میکنن. همین در بابورنامه نامی دهه میرانکول نوشته شده است. من همین رو 2006 سال خواندم. بعد چقدر که باز گفته میرانکول دهه خوردم باشه از سه طرف آن رو من کوههای سر به فلک پیچیده خطا کوههای زرفشان جایگیر است. دهه خوردم باشد انسان‌هایی جدایم پاک و وجدان قوی اراده ها اینجا زندگی میکنن. من چند سال باز من در همین محله کار میکنم. یگان عائله از یکدیگر در اینجا زن و شوهر سرتی خیلی عائله ویران کنی نیست. چشم نرسد الهی. الهی چشم نرسد. باز در این دهه بسیار آدمای نامدار زندگی میکنن. میرانکول دهه مهمان دوست است. به قول این نورمراد کریمزاده در باره میرانکول نویسندگی هستند. 4 بسته همان رو بعد ما شما قرائت کرده میگم. میرانکول ای میرانکول ای میرانکول، تو در باغی سمرقند عالمی گل. در باره انگور میرانکول میگویم. میرانکول پر از رود و سای باشد، به انگور سیب و آلو بای باشد. زی مهنتش دیده دنیای حلاوت، و مهمانی سخی چون پای باشد. عجب خوشخوش جوانانی میرانکول، لذیذ خوشخور هم نانی میرانکول. دی هم جان از برای هر کلامش، دلم بود جانانی میرانکول. میرانکول آفرید محبوبه ها را، صناعت مملکت موجوده ها را. تصنایم به شاهدین رشید ها، سایم از تحت دل این جوره ها را. باز چه رو بگم در باره دهه میرانکول؟ البته ما گواهی آن گشتیم که بسیار هم تاریخی زیبا داشته است که در بابورنامه نوشته شده است. ما هر بار تاکید میکنیم بهر بیننده ها شنیدن که بود مانند دیدن میگوییم. ما حاضر گواهی آن گشتیم که چنان مردم مهمان نواز بودند. من همراه خاله جان، همراه شما معلم هم صحبت شدیم و میخواستیم اگر شود کم حیاتی دهه را نوار گیریم برای بیننده ها چخیلی که معلوم کردن کمی باشد هم طرز زندگانی را، طرز چخیل حیات و فعالیت آنها را
ببینیم طرز نوارها بهر آنها نشان دهیم. باز چی بگم درباره میرون خود باید که ببینیم باید که بینید ببینید کنی البته به این من اگر میرون رو این من همین منظره مفتون کرد منظره همین میرون خود مفتون کرده شده باشد البته شما رو نیست هم مفتون میکنم البته نیست حاضر میبینیم جایهای میرها که گشته است ما هم میگردیم و پیشکشی دستان میکنیم رفتیم قدم و قدم بالاتر میریم رحمت رحمت آمد بچه‌ها نه بکر اومدن نه رحمت سلامت سلامت باشن الهی با ما باشه امروز شما در دهه ما مهمان هستید من اینجا حولی خواهر من میشود احتمال خواهرم را در اونجا خارج بیت همراه بیایم خلق میرانکل بسیار خلق مهمان نواز است مهمان دوست است در این هم وقت در این میرانکلی برای مهمان ها باز است در این شما البته وقت السلام علیکم السلام علیکم به حضور شنیتم السلام علیکم بابا نظم شما سلامتی نظمی مانده های کار السلام علیکم حالا جان نظم شما نظم رحمت خدا بشکر نظم رحمت خدا بشکر نظم امروز یک همین دهه میرانکول را خواستم که ویدیو گیریم برای که روی دنیا ببیند که در سمرقند چنین دهه ها هست بابا جان و همراهی معلمه اساستا اومدیم گفتن که یک تا خواهرم ببینم و تکلیف کردن در اومدیم نه نکته عذر میپرسیم اگر به اضافه کرده شیم خیلی سربلند کار شما من خیلی خرسند ای بود شما رحمت کی کلام رحمت سلامت باشن حاضر چخره که دهه ها میگویند که دهه ها پسمانده نه دهه ها همه شرایط زیبا دارد دهه ها هم چخره که جایهای زیبا دارد باد و هوای تازه دارد همه شرایط ها هست ما بطوری ها چگو مکن با تعریف و توصیف می ارزیدگی خلق مهنت کش خلق یکدیگر به اتفاق خوب فرزندان خوب برآمدگی نشان کرد انسان‌های اکتیو داریم پیش قدم آدم‌ها داریم خوب دکترها هست معلم‌های خوب پر تجربه هستند برگردها از من بابای من چند سال بود برگرد شده کار کرده هستند خب نهایت فراوانی تنجی همه خط تنج خدا با شکر ای رحمت تنج الهیم تین شود مرحمت شنیتون شما ناراحت نکنه این کار شما من خیلی ممنون من همه وقت خود رو در میکنم آشتون خب لیکن همه شرایط هست گاز ها هست خدا با شکر گاز هست همه چیز اکو تمامی در آشتان میشه لذتش البته با لذت است با لذت است برای همین هم خب من در آشتان آخوندگی البته خیلی نکنه من شما رفته من نشان میتیم خیلی نباید رفتیم تمام ملی خلق ما همه وقت دوست میدارم تمام دنیا عاشق پهلوی ازبکستان رو حرمت میکنند البته ها هر یک مردمی که در دهها زندگی میکنند میگویند که وقتی که مهمان بیاید اولین طعامش طعامی آش پلو است اینا ببینید که امروز ما در خانواده شما مهمان من در اینجا با هیزم علو گیرانده در دگدان
آش میپزن. من بینی هم ما دیگونه تنور دا آش میپزیم چی که باید کنی تنور دا نون میپزیم من بینی خوب هزیمون من بینی بابای ها هزیم میپزیم من نه وقت این آش من دام تایر میکنی؟ یک minut ده هودی تیل که باید کردن دام کردی خیر نباشد. اصلا 20 minut مهمان میشیم اینجا خدا خواهد. خیر نباشد از دود استر بیاییم. من دیدم من البته بیننده ها گواهی آن گشتیم که در حقیقت من قدیمی عرف و عادت ها را عرف و عادت ها رو از خاطر فراموش نمیکنم. البته بگذار باشنم خیر برای من خیر نبیره ها همیشه میراث شود. البته خیر میراشن اینها یاد گرفت توپ هم میکنیم نصیب این سفر بیایم اگر توپا تناول میکنیم میکنیم سودرما میگون میشه ما با سودرما میگون سودرما خب برک میکنیم دیگه میکنیم روی نهار بتون سمالک نکنیم سمالک کنر با سمالک میزنیم نصیب امسال میبیاییم. من بیننده ها گواهی آن گشتیم که در دیگدان امروز ما نیت کرده آمدیم که دیگدان را گیریم گفته نبینید که نیت خالص است. در دیگدان در این طرف آب رو گرم میکنند در آن طرف باشد اگر آش تیار شده ایستاده است آشی پلاو میخوریم. بابا جدا مهنت کش آدم هستم با منم بابا به هم وقت یاردم میکنم خب انا همه جوه مهنت میکنیم آب میدیم خیلی حاضر مثلا همه وقت یک پیشه دارم کلانچه اما کلانچه که کلان کرده میگردم برای سلامتی فایده است. برای سلامتی خودم هم نباشد کلینم بچه من شما به چی لازم البته این کاری من این نبره ها یاد میگیرن کلین کار داره میگه یاردم میکنن همه وقت اینها هم یاد دارن آینده مهنت کش من اینها البته ای میران کولی عزیزم کو سارت دلکش است ای میران کولی عزیزم کو سارت دلکش است سبزه و سه برگه و لاله زارت دلکش است دخترانی اطلس پوش و موی درازت دلکش است این شعری شهیدی انا بیننده ها چه که در این اساساً اکن معنای میران کول گویا که خب همون میدونم امیر تیمور اولادش از ترقی خب اکن همین پاشا ها سیر و سیاحت کرده گویا که منظره دلکشی میرانکول همون میرها به خودش کل کرده است اکن این تاریخی گرد از کلان ها ماندگی میراث که فهمیشیم ما انم خیلی حقیقتا هم بسیار محله دلکش همه من نیو کنیتون خوب انا بیننده ها حاضر از گل و سه برگه ها از این باد و هوای زیبا معلمه الهام گرفته چنین شعر را قرائت کردند. باز یک معلمه مهربان باشد اگر بحری ما تاریخ خوددانی بحری امروزه این میرانکول را گفته دادند که هر یک آن تاریخ بحری هم دیگر چند برچسب است و البته با ما باشه. حاضر بینید که مکانی دمگیری خلقش انم تو مکانی تمامی خب مهمان هایی که از دیگر شهرها میبیان اومده در اینجا خب دم استراحت میکنن خب آبهای خوشرو دارد خب آرامگاه های جدا بزیب دارد یعنی بچه ها دم میگیرن کلان سال ها دم میگیرن خب اکنون البته به خودش یک تاریخی پرمضمونی پره دارد البته خلق میرم رفته رحمت سلامت باشه بیا خیر ما یک بلون رویم من بیننده ها با یک کیفیت اعلا
مهمان میرانکول شدیم. در خاندان ها مهمان شدیم. حاضر آمدیم به آخر میرانکول و از اینجا بالا فقط جایهای استراحتی است. از همین جا آمده پرسیدگی ایرش فقط استراحت کردن نشستنتان ممکن است. و مانند همیشگی که امروز ما سیاحتیان جوان که از آن جوانان صاحب استقلال، از آن جوانانی که پرمشقت هستند جمع شده این خیلی نوارها را گرفته پیشکش شما کرده ایستادیم. امروز دهه میرانکول را و البته مردم آن را کمی باشد هم طرز زندگی آنها را پیشکش شما کردیم. خود را احتیاط کنید. سلامتی پیش از همه است. ما برای شما کار میکنیم. با ما باشید. السلام علیکم. السلام علیکم. خاله نظم شما مانده کار. حاضر ما همین میرانکول ویدیو گرفته آمدیم تا بالا دیدیم که من از خاله های میرانکولی و فکرم کجا روانه خانه یا باغ کجا رفتیم؟ خانه مهمانی رفتیم. طرز زندگی چه خیلی میرانکول به ما میدونیم. ما خود از کوهستان هستیم که بسیار زیبا. باید که شمایان تعریف کنید که چه خیلی زندگی همه شرایطمون هست. همه من زندگیمون من تو کارم نکنم باز چی بکنیم؟ زندگیمون هست، آب هوای تازه، آبامون هست، شرایطمون هست. اساسی زندگی اساسی باغداری چاروا البته اساسی چارواداری. حاضر میبینیم بسیار هم منظره زیبا، همه جا پر از درخت، پر از سبزه ها، خیلی که آبی زلالش هست. از شهر مول میبینن برای چشتن نشستن، برای فقط تماشا و آب و هوای تازه. این خوشبختی است که ما در کوهستان زندگی میکنیم. همه چیزا ما خودمون به هست. در خانه البته کشتی کار میکنیم. همه سبزوات باقی خودمون میبرویم. البته حاضر به فکرم سیزن انگور سر شده. حاضر کویچابا دیدیم که همین زنهای میرانکول در بیرون نشسته آن از باغ خود انگور فروختیم. رحمت مانده های کار شما به حضور مهمانی برایت ما باشد. راه سفید سلامت باشد. مودم راه سفید. رحمت